بچه‌هام که گذاشتن رفتن سر خونه زندگیشون. الان ما دوتا موندیم یا من تنها موندم و احساس تنهایی میکنم، احساس پوچی میکنم دیگه. اون دغدغه‌های قبلی رو که بچه‌ها کوچیک بودن، بزرگشون بکن، مدرسه برن، دانشگاه برن، شغل بگیرن، ازدواج بکنن، همه اینا دیگه از زندگی من رفت بربسته و دیگه احساس میکنم که چجوری باید مفید باشم برای اطرافیان، چیکار باید بکنم. من میگم که الان بهترین وقتی که فقط به خودمون برسیم، به خودتون برسید. الان اون بخشای زندگی نکرده، جا افتاده، اونا رو باید الان ببینم و دنبالش باشم، دنبال علایقم که وقت نداشتم بهش برسم، دنبال نیازهای عاطفی خودم که حتی عشق ورزی بین همسر خودم که خیلی توش وقت افتاده بود بهش برسم، دنبال کارهای نیکوکاری، نمیدونم کارهای خیریه که دوست داشتم الان میتونه منو ارضا بکنه تو این زمینه. همه اینا دست به دست میده که خیلی زیاد هست. من الان چون وقت نداریم نمیتونم بشمارم، ولی همه اینا دست به دست میتونه بده یه فرم زندگی نوعی رو جلوی ما تصویر بکنه و نشون بده که تو این سن یه مدل زندگی قشنگتری هم هست که میتونه هم باعث خوشایند خودم هم بچه هم باشه.